سلام، وقتتون بخیر. این اولین ویدیو چنل لوگان پرفیومه. تو این ویدیو میخوام بگم که چی شد که تصمیم گرفتم لوگان پرفیومو از یه پیج اینستاگرامی به یه چنل یوتیوب تبدیل بکنم که در کنارش هم توی اینستا فعالیت داره. توی اینستاگرام به خاطر الگوریتمی که داره نمیشد خیلی پر جزئیات در مورد دنیای عطر و کلون بخوام صحبت کنم. نهایت میخواستم توی ریلز 1 دقیقه‌ای تا 1 دقیقه و نیم توضیح بدم که خودم اونقدر خوشم نمیاد. فضای یوتیوب هم فضاییه که مردم معمولا موضوعی که دوست دارن رو توی یوتیوب سرچ میکنن که در موردش بیشتر یاد بگیرن و بیشتر در موردش میتونن اطلاعات داشته باشن. از اون طرف هم بیشتر پیجای فروشگاهی معمولا همیشه خوب محصولشون رو میگفتن و اون توضیحاتی که من به عنوان یه مشتری، به عنوان کسی که میخواست عطر بگیره لازم داشتم و بهم نمیدادم. حالا چی شد که من لوگان پرفیوم رو راه اندازی کردم؟ من قبل از این که بخوام تو کار عطر و کلون باشم یکی بودم که 4-5 سال به عطر و کلون علاقه داشتم. دوست داشتم رایحه‌های جدید رو تست کنم و دنیای عطر و کلون رو بشناسم. از اونجایی که عطرای نیش قیمت‌های خیلی بالایی داشتن، من همیشه از شرکت‌های اماراتی استفاده می‌کردم و دوست داشتم ببینم که توی عطرای اماراتی کدوم از عطراشون ارزش خرید دارن، کدومشون ارزش خرید ندارن. توی فضای ایرانی، توی فضای مجازی ایرانی که در مورد عطر صحبت می‌کردن، معمولاً هیچ کس نمیگفت که فلان عطر ارزش خرید نداره یا فلان عطر جالب نیست و اینا. واسه این من اومدم گفتم من اگر میخوام صفحه رو اندازی بکنم تو هر پلتفرمی، اولا عطرایی توی فروشگاهم موجود کنم که خودم تستشون کردم، خودم بررسیشون کردم و در موردشون اطلاعات دارم. بعد از اینکه از کیفیت عطرام مطمئن شدم، حالا بیام به مخاطبا بگم که این عطر خوبیه، اوکی، این عطر کجا باید استفاده کنین، این عطر به چه شخصیتی میخوره، این عطر مناسب چه ساعتی در روزه و حالا چیزای دیگه. دوست داشتم توی یوتیوب اینا رو توضیح بدم چون مثلا خیلی فضای باحال‌تری نسبت به اینستاگرام حداقل واسه خودم. و لوگان پرفیوم صرفاً یه فروشگاه نیست که شما بخواید ازش خرید بکنید. لوگان پرفیوم داخل یوتیوب یه چنله که من توش تجربیات خودم رو به شما میگم. توش میگم که اگر شما میخواین از یه عطر استفاده کنین چه پارامترهایی باید رعایت بشه، چه عطرهایی مناسب شما، چه عطرهایی مناسب شما نیستن، چه عطرهایی خودم به شخص پیشنهاد میدم، چه عطرهایی پیشنهاد نمیدم و اینجور بحثا. میگم کلن شاید 30% بخواد تبلیغاتی واسه خودم باشه تو این چنل. بیشتر دوست دارم تجربیاتمو به اشتراک بذارم. چون من قبل از این که بخوام عطر رو بفروشم گفتم 4-5 سال این دنیا رو دنبال میکردم، یعنی عطر رو بهش علاقه داشتم، شناختمش و الان اومدم خیلی ساده، خیلی بدون استفاده از کلمات عجیب غریب این دنیا رو به شما بگم، با این دنیا آشناتون بکنم. شاید علاقه‌مند شدین شما هم و اینجور حرفا دیگه. گفتم عطرهای اماراتی رو من خیلی استفاده میکردم، دوست داشتم ببینم کدومشون اوکی تر از نظر خودم. گفتم توی سوشال مدیا ایرانی معمولا کسی راجع به عطرها بد نمیگفت، واسه همین گفتم برم ویدیوهای خارجی رو نگاه کنم. بعد از یه مدت نگاه کردن ویدیوهای خارجی دیدم که من این عطر رو تست کردم، این عطر واقعا انقدری که این داره ازش تعریف میکنه خوب نیست، که متوجه شدم آره خود پیجای خارجی هم، خود چنل‌های خارجی هم تو یوتیوب این عطرها رو از شرکت دریافت میکنن که ازشون تعریف بکنن، یعنی هیچ ریویویی وجود نداشت اونجا. واسه همین ترجیح دادم که بیام توی یوتیوب
خیلی رک در مورد عطر صحبت کنم. و این شد که چنل لوگان پرفیوم رو تو یوتیوب رو اندازی کردم. ممنون. همیشه خوشبو باشید.